همیشه میگفتن نزدیک اون باغ نرو، چون نفرین شده است. خیلی ها میخندیدن و میگفتن اینا فقط شایعات روستاییه، اما واقعیتش ترسناکتر از اونیه که فکرشو بکنی. قتلای مرموز، طلسمای خونین، صدای خنده موجوداتی که هیچ وقت دیده نشدن و یه عصای سیاه که هنوزم وجود داره. این همون قصه است. باغ درست لب مرز 2 روستا بود. یه رودخونه باریک بینشون جریان داشت. آبشون قدری زلال بود که ته رودخونه رو میدیدی، پر از سنگای سفید و ماهیای کوچیک. مردم همیشه میگفتن این رودخونه برکت زندگیه، ولی هیچ کس نمیدونست کنار همین آب زلال تاریکی مثل ریشه خشکیده خوابیده. خاک باغ فرق داشت، چون گچ توش بود. انگوراش یه طعم عجیب داشتن، شیرین‌تر، درشت‌تر و خوشرنگتر از همه جا. وقتی خوشه ها می رسیدن انگار دونه هاشون می درخشیدن. همین باعث شده بود همه حسرتشو بخورن. ولی هر نعمتی یه چشم زخم داره و یه دشمن. از همون قدیما دزدای زیادی برای غارت می اومدن. صاحب باغ، پدر بزرگم، خیلی شبها چراغ به دست و تفنگ به دوش تا صبح بین تاکا می چرخید. اما یه شب پاییزی وقتی هوا مه‌آلود بود و بوی خاک خیس همه جا پیچیده بود، جنازش بین تاکا پیدا شد. صورتش کبود نبود، هیچ زخمی نداشت، فقط چشمای باز پر از وحشت و لبایی که انگار هنوز میخواستن جیغ بکشن. هیچ کس قاتل رو پیدا نکرد، ولی همه میگفتن باغ خودش خونشو نوشیده. بعد از اون قتل باغ رسید به پسرش، یعنی پدر بزرگم، مردی که همه میگفتن سرسخته، اما توی نگاهش همیشه یه ترس پنهون بود، مثل کسی که چیزی میدونه ولی نمیتونه بگه. سالها گذشت تا اینکه یه شب بارونی پدر بزرگم یهویی ناپدید شد. هیچ رد و نشونی ازش نبود. خانواده وحشت زده دنبالش میگشتن. اون شب فقط مادر بزرگم ساکت بود. نه گریه میکرد، نه سوال میپرسید، فقط نگاه عجیبی داشت. انگار همه چی رو میدونست ولی سکوت کرده بود. چند شب بعد، نصف شب، صدای در یهو خانواده رو از خواب پروند. در که باز شد دیدم پدر بزرگمه، ولی اون آدم قبلی نبود. صورتش بیرنگ، پوستش مثل جسد سرد، چشاش خالی و بیروح. توی دستشم یه سر بریده کفتار بود، همون کفتاری که سالها صدای خنده وهم‌آلودش از دل تاریکی شب میپیچید و همه بچه های روستا رو از خواب میپراند. پدر بزرگ نشست وسط حیاط، چراغ نفتی سوسو میزد. سایه ها روی دیوار مثل هیولا بالا و پایین میرفتن.
اون شروع کرد وردایی زمزمه کردن. زبونی بود که هیچ کس نمیفهمید. صداش مثل وزش باد بین قبرستونا بود. وقتی ورد تموم شد با سر کفتار از خونه زد بیرون. صبح روز بعد بدن پدر بزرگ بین تاک ها پیدا شد. سالم بود، هیچ زخمی نداشت، اما خودش هیچی از شب قبل یادش نمی اومد و خبری هم از سر کفتار نبود. از اون روز به بعد همه می گفتن باغ دیگه دست خود آدمی زاد نیست. بعضیا می گفتن از جنه غارها مراقبشن. بعضیا هم می گفتن روح کفتاره. ولی همه یه چیزو قبول داشتن. چیزی اونجا هست که نباید باشه. چند ماه بعد چند مرد از روستای بغلی نصف شب رفتن سمت باغ ما. قصدشون دزدی بود، ولی هیچ وقت برنگشتن. آخرین بار کنار رودخونه دیده شده بودن. بعد از اون حتی شجاعترین مردای روستا هم جرأت نمی کردن شب پا توی باغ بذارن. سالها گذشت و پدر بزرگم مرد. ولی قبل مرگش یه وصیت عجیب کرد. این بود: چهارشنبه آخر هر ماه باید یه گوسفند جلوی چشم قربونی بشه. اون چشمه از دل یه غار تاریک می جوشید. غاری که هیچ کس جرأت نداشت نزدیکش بشه. هر ماه مادر بزرگ خودش گوسفندو می برد. خونش روی خاک می ریخت. بدن بیجون گوسفند همونجا می افتاد. ولی بدترین بخشش این بود: بدن حیوان خود به خود تکون می خورد، انگار دستی نامرئی می کشیدش. می رفت سمت غار و ناپدید می شد. نه صدایی، نه رد خونی و نه حتی استخونی. سالها گذشت. باغ خشک شد. انگورا دیگه رشد نکردن. زمین ترک برداشت. خانواده به قزوین کوچ کردن. همه فکر میکردن دیگه همه چی تموم شده، اما نه. تاریکی هنوز اونجا زنده بود. سالها بعد یه روز مادر بزرگ همه رو دور هم جمع کرد و گفت باید برگردیم به باغ. وقتی رسیدن انتظار داشتن خونه قدیمی پر از گرد و خاک و تار عنکبوت باشه، ولی چیزی که دیدن مو به تنشون سیخ کرد. خونه از تمیزی برق میزد. پرده ها تازه بودن، ظرفا شسته شده، انگار یکی هر روز اونجا رو تمیز کرده و اونجا زندگی میکرد. مادر بزرگ همه رو وسط اتاق نشوند. یه بخچه آورد. صدای شکفتن پارچه وقتی بازش کرد سکوت شکست. قبلش همه چی رو تعریف کرد: قتلای قدیمی، طلسم ها، اون شب پدر بزرگ با سر کفتار. یهو صدای مهیبی اومد. آینه قدی خونه لرزید و افتاد و شکست. تیکه های شیشه مثل خنجر پخش زمین شد.
هوا سنگین شد و نفس کشیدن سخت شده بود. اما مادر بزرگم آروم گفت نترسید، اینا فقط نشونه است. پارچه رو آروم باز کرد. همه خشکشون زده بود. یه عصای سیاه. سر اون عصا شبیه گاو با حلقه‌ای سرخ که از دماغش آویزون بود. تا انگشت یکی از بچه‌ها به عصا خورد زمین لرزید. سایه‌ها روی دیوار کشیده و کشیده تر شدن و بعد 4 موجود سیاه ظاهر شده بودن. اون موجودا مثل مه بودن. بدنشون شکل کامل نداشت، ولی سرهاشون همه شبیه همون گاو روی عصا بود. چشاشون قرمز و درخشان. 2 از اونا بزرگتر بودن، مثل زن و شوهر. 2 هم کوچیک، انگار که بچه هاشون بود. یکیشون جلو اومد. صدایی داشت که نصفه از گلوی آدم در می اومد و نصفش مثل وزش باد و گفت ما دشمن نیستیم. سالها پیش صاحب این باغ ما رو توی غار پناه داد. ما عهد بستیم تا از باغش محافظت کنیم. حالا با این عصا این عهد به شما منتقل میشه. از اون شب خانواده فهمیدن تنها نیستن. هر وقت چیزی میخواستن اون موجودات براشون انجام میدادن. در سکوت، در تاریکی، بی هیچ ردی. اما یه سوال همیشه باقی ماند. اون موجودات چی بودن؟ جن؟ روح؟ یا چیزی فراتر از درک ما؟ آیا باغ نفرین شده یا در پناه محافظای تاریکه؟ بعضی از نفرین ها با مرگ تموم نمیشن. بعضی از رازها هیچ وقت دفن نمیشن و بعضی عصاها هنوز توی دست کساییه که حتی نمیدونن چه نیرویی داره. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید و اگه خاطره یا تجربه ترسناکی دارید با ما به اشتراک بذارید. شاید ویدیوی بعدی در مورد شما باشه.